سلام دوستان و همراهان گرامی. اگه میخواید کتاب حسابان و اصولی یاد بگیرید و از این درسی نمره خیلی عالی بگیرید، با من و کانال من همراه باشین. کتاب حسابان ما شامل 5 فصله. توی فصل اول ما 5 تا درس داریم که درس اول مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی هستش. درس دوم معادلات درجه دوم. درس سوم معادلات گنگ و گویا. درس چهارم قدر مطلق و ویژگی‌های آن و درس پنجم آشنایی با هندسه تحلیلی هست. هر کدوم از این درس‌ها درسته که یه سرفصل کوچیک دارن، ولی تک تک اینها شامل مطالب خیلی زیاده که تقریبا میشه گفتش که حداقلش 1 ماه الی 1 ماه و نیم زمان میبره تا این مطالب سر کلاس درس آموزش داده بشه. همونطور که میدونید فصل اول و فصل دوم و بخشی از فصل سوم کتاب حسابان منابع امتحانات دیما خواهند. برای همین سعی میکنیم که توی این کانال دونه دونه و به ترتیب تمام سرفصل‌های این کتاب رو آموزش بدیم تا انشاءالله بتونید همراه من بهترین نمره رو از این درس داشته باشید. درس اول حسابان 1 ما میخوایم در مورد مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی صحبت کنیم. یه یادآوری میکنیم از کلاس 10 که اصلا دنباله‌های حسابی و دنباله‌های هندسی چه دنباله‌هایی هستند و ما چه نکات و فرمول‌هایی داشتیم، چه سوالاتی حل میکردیم و بعد در آخر مجموعه جملات دنباله‌های حسابی و هندسی رو براتون خواهم گفت. ببینید ما یک رشته از اعدادی که پشت سر هم نوشته شده باشن و تا الی آخر ادامه پیدا کرده باشن و حتی گاهن ممکنه که یه تعداد محدودی باشن، به اینا میگیم دنباله. خب مثل چی؟ دنباله 1 2 3 4 5 تا الی آخر. مثل دنباله 2 منفی 2 2 منفی 2 تا الی آخر. مثل دنباله 1 3 9 27 تا الی آخر. مثل دنباله منفی 1 1 5 19 تا الی آخر. هر کدوم از اینها یه رشته از اعداد هستن که ما توی ریاضی به اینا میگیم دنباله. اما بعضی از این دنباله ها هستن که ما دنباله ها رو توی ریاضی با آن نشون میدیم. هر کدوم از اینها یک شماره بهشون تعلق میگیره، آ1 آ2 آ3 تا الی آخر. حالا نگاه کنید برخی از اینها یه سری خواص مهمی دارن. مثلا تو دنباله اول نگاه کنید، من تفاضل هر جمله رو از جمله ما قبل به دست بیارم. شما الان عدد جمله دومتون 2، اگه منهای 1 بکنید به مثبت 1 میرسین. به عبارتی ما عدد 1 رو باید به اضافه 1 کنیم تا بشه 2، عدد 2 رو باید به اضافه 1 کنیم تا بشه 3، عدد 3 رو باید به اضافه 1 کنیم تا بشه 4، عدد 4 رو باید به اضافه 1 کنیم تا بشه 5. همینطور که میبینید این عدد ثابتی که داره اینجا اضافه میشه یک عدد ثابته، عدد 1 که داره به اینا اضافه میشه. اما تو دنباله بعدی در نظر بگیرید، ما الان عدد منفی 2 رو اگر منهای 2 بکنیم به عدد منفی 4 میرسیم. عدد 2 رو منهای منفی 2 بکنیم به مثبت 4 میرسیم. باز عدد منهای 2 رو منهای 2 بکنی به منفی 4 میرسی. نگاه کنید، یه منفی 4 یه مثبت 4 یه منفی 4 یه مثبت 4. میبینیم که این افزایشه برای رسیدن به جمله دوم یه عدد ثابت نیست. پس ما میتونیم این دنباله‌ای که این اتفاق براش میفته رو یک دنباله حسابی بگیم، اما به این دنباله بگیم یک دنباله حسابی نیست. چرا؟ چون این عدد ثابت نیست برای افزایش، برای اینکه بتونه به جمله دوم تبدیل بشه. الان اینو ببینید، اگه 1 رو با 3 جمع کنیم، ببخشید 1 رو با 2 جمع کنیم به عدد 3 میرسیم. 3 رو با 6 جمع کنی به عدد چی میرسی؟ 9 میرسی. میبینیم اینجا با افزایش 2 واحدی مواجهیم، اما اینجا با افزایش 6 واحدی مواجهیم و این باعث میشه که بازم این یک دنباله حسابی نباشه.
توی دنباله پایین ببینید 1 منهای منفی 1 میشه عدد 2، 1 به اضافه 4 میشه عدد 5. بازم اینجا یک عدد ثابت اضافه نشده برای رسیدن به این دنباله، یعنی به رسیدن به جمله بعدی. پس اینم یک دنباله حسابی نیست. پس ما توی این قسمت یه یادآوری کردیم سر اینکه دنباله های حسابی چه دنباله هایی هستن. دنباله هستن که زمانی که رو به جلو حرکت میکنی از افزایش یه عدد ثابت به دنباله دوم برسی، از افزایش یه عدد ثابت دوباره جمله بعدی بده، افزایش یه عدد ثابت این جمله بدتری رو داشته باشی تا الی آخر. حالا اگر این افزایش کم و زیاد بشه، یه جا مثلا منهای 4 بعد مثبت 4 دوباره منهای 4 تا الی آخر، اینو ما میتونیم بگیم که دیگه دنباله حسابی نیست. الان من پای تابلو یک دنباله حسابی نوشتم. اگه دقت کنید میبینیم که هر کدوم از این جملات بعدی بخوان اضافه بشن باید با یک مثبت 2 جمع بشن تا تبدیل بشن به جمله بعدی. ما اگر اینو جمله اول در نظر بگیریم، اینو جمله دوم در نظر بگیریم، جمله سوم، جمله چهارم، جمله پنجم، به این عدد ثابت که دقیقاً تفاضل بین دو جمله است، این عدد ثابت رو ما بهش میگیم قدر نسبت و اونو با دی نشون میدیم. توی این دنباله قدر نسبت برابر با عدد 2 خواهد بود. خواصی که این دنباله داره به این صورته که اولا ما برای به دست آوردن قدر نسبت کافیه که هر جمله رو منهای جمله قبلش بکنیم. این اولین نکته است. یعنی اگه شما الان A4 رو منهای A3 کنید عدد 2 به دست میاد، A5 رو منهای A4 کنید عدد 2 به دست میاد. قدر نسبت برابر با هر جمله منهای جمله قبلش. همچنین هر جمله‌ای که شما بخوای به دست بیاری از به دست اومدن جمله A1 به اضافه n منهای 1 در دی به دست میاد. یعنی مثلا شما A5 رو که میخوای به دست بیاری، اگه دقت بکنی، برای به دست آوردن A5 کافیه که ما بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم عدد A1 رو با 4 تا عدد 2 جمع کنیم. 4 تا عدد 2، ببینید الان دقت کنید، شما میخوای A5 رو به دست بیاری. خب A1 ما الان 0. اگه دقت کنید با یه 2 تبدیل شده به A2، با یه 2 دیگه تبدیل شده به A3، با یه 2 تبدیل شده به A4، با یه 2 دیگه تبدیل میشه به A5. چند تا 2 اینا با هم دیگه جمع شدن؟ 4 تا 2 با هم دیگه جمع شدن. 4 تا 2 یعنی 4 تا قدر نسبت جمع شده به اضافه جمله اول، جمله پنجم به دست اومده. یعنی الان جمله پنجم میشه A1 به اضافه 4 تا قدر نسبت. به همین ترتیب مثلا A6 میشه A1 به اضافه 5 تا قدر نسبت. ما مثلا بخوایم A100 رو به دست بیاریم، A100 میشه A1 به اضافه 99 تا قدر نسبت. حالا توی این قدر نسبتمون برابر با 2، ولی قدر نسبت هر عددی میتونه باشه، حتی عدد کسری، حتی عدد منفی، هر عدد ثابتی که با تفاضل بین دو تا جمله باشه توی دنباله حسابی، اون عدد قدر نسبت خواهد بود. حالا هر عددی میتونه باشه و هیچ محدودیتی ما براش نخواهیم داشت. پس این یه فرمول، این دو تا فرمول که حالا اینا همه سالهای گذشته بوده. از جمله فرمولای دیگه که ما داشتیم این بود که ما میدونیم هر آمی میشه A1 به اضافه m منهای 1 در دی و هر آنی هم میشه A1 به اضافه n منهای 1 در دی. حالا بیایم دقت کنیم روی این دوتا، خوب دقت کنیم. ما توی رابطه اول اگه AM رو به دست بیاریم، AM میشه A1 به اضافه MD منهای D و AN چی؟ AN میشه A1 به اضافه ND منهای D. یعنی من این D رو توی این پرانتز ضرب میکنم. این دوتا رابطه رو میام از هم کم میکنیم. خب AM منهای AN برابر میشه AM منهای AN. دقت کنید که A1 ها اینجا توی کم کردن حذف میشن و D اینجا توی رابطه دوم علامتش میشه مثبت و D ها هم حذف میشن. پس ما
AM منهای AN یه طرف تساوی داریم، MD منهای ND هم طرف دوم تساوی داریم. از اینجا AM منهای AN اینم از یه دیش که فاکتور بگیریم میشه M منهای N و یه رابطه خیلی قشنگی به ما میده و اون رابطه اینه که D برابر با AM منهای AN به روی M منهای N. اینم یکی از رابطه های خیلی مهم بود تو کلاس دهم که خیلی زیاد ازش استفاده میکردیم. کجاها ازش استفاده میکردیم؟ مثلا فرض میکنیم که میگفتن در یک دنباله چی؟ حسابی جمله 5 برابر با 8، جمله 9 برابر با مثلا 45، قدر نسبت برابر با چه عددی خواهد بود؟ ببینید چقدر قشنگ این فرموله برای ما اینجا استفاده میشه. میتونستیم بگیم A9 منهای A5 تقسیم بر 9 منهای 5، خود تفاضل جمله ها تقسیم بر تفاضل شماره ها. فقط دقت کنید هر جمله‌ای که بالا اول دفعه نوشته میشه شمارش هم پایین حتما اول نوشته بشه. میام جملات از هم دیگه کم میکنم. توی صورت یه 45 دارم منهای 8 و مخرجم که 9 منهای 5 رو حاصلش رو مینویسم. این عددی که به دست میاریم که یه عدد کسری خواهد بود قدر نسبت برای یه همچین مثالی هستش. از روابط دیگه‌ای که داشتیم به این صورت بود که همونطور که جمله عمومی برابر با A1 به اضافه N منهای 1 در D بود، دقت کنید روی این رابطه AN برابر با A1 به اضافه ND منهای D. خب حالا AN منهای A1 رو در نظر بگیرید، یعنی من A1 رو میبرم اون طرف، بعد عدد ND منهای D رو توی این طرف رابطه می نویسم یا حتی خود فاکتورگیری رو انجام میدم. شما الان البته این هم میتونستیم که ضربش رو انجام ندیم، اینا همون N منهای 1 در D بنویسیم. بعد اینجا میخوام بیام عدد N منهای 1 رو به دست بیارم. N منهای 1 که توی این پرانتز هست میشه AN منهای A1 تقسیم بر D و عدد N میخوام این منهای 1 رو ببرم اون طرف. AN منهای A1 تقسیم بر D به اضافه 1. خب این کجا به درد میخوره؟ چه زمانی به درد میخوره؟ مثلا یک مثال من در کنار این مینویسم. در یک دنباله حسابی جمله اول 5 و جمله آخر 79 می باشد. اگر قدر نسبت 2 باشد چند جمله داریم؟ من جمله اول رو دارم 5، جمله آخر که نمیدونم چه جمله 79. قدر نسبت هم دارم 2. چی رو میخوام؟ اینو میخوام. چند تا جمله وجود داره؟ یعنی من الان اگه از 5 شروع کنم 2 تا 2 تا برم جلو 7، 2 تا 2 تا برم جلو به همین ترتیب جمله آخرم بشه 79. میخوام ببینم کلن چند تا جمله دارم توی این دنباله. این دنباله شامل 50 تا جمله است، شامل 40 تا جمله است. این فرمول خیلی قشنگ به من کمک میکنه من بتونم این تعداد رو به دست بیارم. میگم تعداد برابر با جمله آخر که الان 79 منهای جمله اول که الان 5 تقسیم بر قدر نسبت که الان 2 به اضافه 1. 79 رو منهای 5 میکنم میشه 74 تقسیم بر 2 میکنم به اضافه 1 میکنم. عدد 74 رو اگر تقسیم بر 2 کنیم میشه 37 به اضافه 1 بکنیم میشه 38. یعنی من دقیقاً از جمله اولم که 5 باشه جمله دومم که 7 باشه این عدد 79 میشه جمله 38 من. خیلی خیلی این فرمول کاربردی بود تو به دست آوردن تعداد جملات یک دنباله. فرمول بعدی که ما داشتیم به این صورت بود که اگر 3 تا جمله متوالی از دنباله حسابی داشته باشیم به این جمله وسط میگفتیم واسطه حسابی یا میانگین حسابی و اون جمله وسط به خاطر اینکه ما میتونیم بگیم که عدد A و B و C رو ببینید بچه چه رابطه‌ای با هم دارن. این به اضافه D میشه B
اینم به اضافه دی میشه سی. این دی همون قدر نسبته بود دیگه، درسته؟ یعنی شما الان میتونیم بگین که دی برابر با هم بی منهای آ و دی برابر با هم سی منهای بی. هر دوی اینا دی هن دیگه، یعنی بی منهای آ برابر با سی منهای بی خواهد بود. حالا دقت کنید، من این بی رو نگه دارم، منهای بی رو بیارم پیشش میشه مثبت. سی رو نگه دارم، منهای آ رو ببرم پیشش میشه مثبت آ. پس 2 تا بی برابر با سی به اضافه آ و بی میشه سی به اضافه آ تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 2. پس این عدد ما بهش میگیم واسطه حسابی. خب این عدد مثلا کجا کاربرد داره؟ یه مثال میزنیم. مثلا فرض کنید 2x به اضافه 1 5x منهای 2 و 6x منهای 8. اینا 3 جمله متوالیه، یک دنباله حسابی هن. میخوام ببینیم توی این دنباله دی چنده. 3 تا جمله به این صورت داریم. جملات مشخص نیست ولی ما خیلی راحت میتونیم با استفاده از این رابطه هم x رو به دست بیاریم هم قدر نسبت به دست بیاریم. این جمله وسطه. میگم جمله وسط برابر با حاصل جمع این 2 تا جمله 2x به اضافه 1 به اضافه 6x منهای 8 تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 2. توی صورت یه 2x دارم با یه 6x میشه 8x، یه به اضافه 1 دارم با منهای 8 میشه منهای 7 تقسیم بر 2. دقت کنید میتونم بیام به این یک مخرج 1 بدم، عدد 2 رو در این ضرب کنم، عدد 1 هم در این ضرب کنم. 2 5 تا 10 تا 10x منهای 4 برابر با 8x منهای چند؟ منهای 7. پس من 10x رو نگه میدارم، 8x رو میارم پیشش، منهای 7 هم نگه میدارم، مثبت 4 رو میارم پیشش. اینجا یه 2x دارم و این بر یک منفی 3 و از اینجا x هم میشه منفی چقدر؟ منفی 3 دوم. عدد x رو به دست آوردم. با جایگذاری x یعنی 2 ضرب در منفی 3 دوم به اضافه 1 جمله اول به دست میاد، یه منفی 3 به اضافه 1 که میشه منفی 2 و با جایگذاری عدد بعدی یعنی چی؟ عدد x 5 در منفی 3 دومه به اضافه منهای 2 برابر با این میشه منفی 15 دوم منهای 2 منفی 19 چهارم منفی 19 دوم. این الان جمله اولمونه، این جمله دوممونه. اگر این جمله دوم رو منهای جمله اول بکنیم عدد قدر نسبت به دست میاد. یکی دیگه از رابطه‌های خیلی کاربردی توی دنباله‌های حسابی به این صورت بود که گفتیم اگه m به اضافه n برابر باشه با r به اضافه s ما میتونیم نتیجه بگیریم am به اضافه an هم برابر با ar به اضافه as. یه مثال براتون میزنم. مثلا ببینید ما میدونیم که 1 به اضافه 4 برابر با 2 به اضافه 3، چون 1 و 4 میشه 5، 2 به اضافه 3 میشه 5 دیگه. توی دنباله هندسی میتونیم نتیجه بگیریم A1 به اضافه A4 هم برابر با A2 به اضافه A3 خواهد بود. خب خیلی مثلا حالت نکته تستی داره، تو خیلی تستا مورد استفاده قرار میگیره، ولی من این نکته رو اینجا میذارم باشه چون میخوام ازش یه جای دیگه استفاده کنم. پس اینو یادتون باشه. حالا میخوام برسم به مبحث اصلیمون. مبحث اصلیمون در مورد چیه؟ در مورد مجموع جملات دنباله حسابی هستش. پس ما یک دنباله حسابی داریم با جملات A1 و A2 و A3 تا متناهی تا AN. من میخوام بیام مجموع اینا رو پیدا کنم، جمع A1 و A2 و A3 و A4 تا AN. میخوام ببینم مجموع اینا به چه صورتی خواهد بود. من مجموع اینها رو با چی نشون میدم؟ با S نشون میدم و میتونم بگم که چون مجموع N تا جمله رو داره به من نشون میده، من میتونم بگم که پس اینو من یک اندیسه N براش میذارم. پس اگر بخوام مجموع 10 تا جمله رو نشون بدم با S 10 نشون میدم. بخوام مجموع 100 تا جمله رو نشون بدم با S 100 نشون میدم. پس S 100 یعنی از A1 رو بگیرم تا A100 جمع کنم. S 20 یعنی از A1 رو بگیرم تا A20 جمع کنم. S 50 یعنی از A1 رو بگیرم تا A50 و بخوام اینا رو با هم دیگه چیکار کنم؟ با هم جمع کنم. خب حالا دقت کنید، من یه فرمول گوشه نوشتم، میخوام از این فرمول استفاده کنم. خوب دقت کنید ببینید چجوری از این فرمول میخوام استفاده کنیم.
ببینید بچه ها، من یه بار دیگه همین فرمول می نویسم، ترکیبم رو برعکس میکنم. یعنی چی؟ یعنی الان نوشتم از A1 تا AN، اینجا می نویسم AN و AN منهای 1 تا میرم به اینجا میشه A2 و A1 و A3. یعنی تا A1 بیشتر خب عقب نمیرم. الان نگاه کنید این دو تا ترکیب یکی هن، اندازه‌شون هم یکی میشه، مقدارشون هم یکی میشه، چون این از A1 هست تا AN، این برعکس از AN هست تا A1. خب حالا پس من دقیقاً این دوتا یکی هن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. میتونم بیام این دوتا رابطه رو با هم دیگه جمع کنم. یه دونه SN اینجا دارم، یه دونم اینجا دارم، پس دوتا SN خواهم داشت. حالا ببینید اینا رو میخوام دونه دونه با هم جمع کنم. یه A1 به اضافه AN تو پرانتز اولم میمونه، یه A2 به اضافه AN منهای 1 تو پرانتز دوم دارم، یه A3 به اضافه AN منهای 2 تو پرانتز سوم دارم، آخر دفعه دوباره دارم یه AN به اضافه A1. خب تعداد اینا چند تاست؟ تعداد اینا n تاست، چون اگه دقت کنید من n بار دارم این جمع ستونی رو انجام میدم. اما خوب توجه کنید، اولی هست A1 به اضافه AN. نگاه کنید اندیس این یکه، اندیس این nه. 1 به اضافه n برابر با اینجا اندیس این 2، اندیس این n منهای 1. اگه دقت کنید اینا رو با هم دیگه جمع کنم، جمعش رو انجام بدم، این باز میشه 1 به اضافه n. یعنی مجموع اندیسه با هم برابره. پس من خیلی راحت میتونم بگم A1 به اضافه AN برابر با چی؟ برابر با A2 به اضافه AN منهای 1. یعنی خیلی قشنگ با استفاده از اون نکته بالا گفتم این عبارت با این عبارت کاملا با هم برابرن. همچنین عبارت بعدی رو ببینید، من میتونم باز بگم 1 به اضافه n برابر با 3 به اضافه n منهای 2. شما 3 رو دوباره با n منهای 2 جمع کنید بازم میشه 1 به اضافه n. پس بازم میتونم بگم A1 به اضافه AN برابر با A3 به اضافه AN منهای 2. یعنی چی شد؟ یعنی این گفتم با هم برابره. خب اینم باز با این برابره. به همین ترتیب تا الی آخر من خیلی قشنگ میتونم بگم که تمام این پرانتزها با هم دیگه چی هن؟ با هم برابرن. حالا چند تا از این پرانتزها دارم؟ n تا از این پرانتزها که همشون A1 به اضافه AN و با هم دیگه چی هن؟ برابرن. پس من میتونم بگم SN یه ضریب 2 اینجا اضافه دارم، حذفش میکنم میدمش اون طرف، میشه n دوم در A1 به اضافه AN. یعنی اگر من چند تا جمله داشتم توی دنبالم و میخوام اینا رو با هم دیگه جمع کنم، کافیه جمله اول داشته باشم، جمله دومم داشته باشم، اینا رو با هم دیگه جمع کنم، تعداد جملاتم داشته باشم، بر 2 تقسیم کنم، عددش رو به دست بیارم. عدد به دست اومده مجموع جمله اول منه تا جمله چی؟ تا جمله آخر. اما ممکنه بگیم که خب ما شاید جمله آخر رو نداشته باشیم. یک رابطه دیگه هم در کنار این رابطه هست که اونم براتون میگم و گاهن از این استفاده میکنیم، گاهن از اون یکی رابطه استفاده میکنیم. SN گفتیم برابر میشه با n دوم در A1 به اضافه AN. حالا دقت کنید AN چی بود فرمولش؟ برای AN فرمول داشتیم A1 به اضافه n منهای 1 در D. من این فرمول AN رو میتونم بیام اینجا جایگذاری کنم، یعنی SN میشه n دوم در A1 به اضافه، به جای AN اینو بذارم دوباره A1 n منهای 1 در D. تنها چیزهایی که توی این پروژه یکم ساده تر میکنن کار منو اینه که من یه A1 با یه A1 رو میتونم جمع کنم، بنویسم 2 تا A1 به اضافه n منهای 1 در چی خواهد بود؟ در عدد D خواهد بود. اینم رابطه دومیه که ما برای مجموعه جملات دنباله حسابی برای n جمله خواهیم داشت. خب مثلا فرض کنید با یک مثال در یک دنباله حسابی با قدر نسبت -2 و جمله اول 3 مجموع 10 جمله اول چند است؟ تعداد مشخصه، S 10 رو از ما میخواد. خب وقتی تعداد مشخصه تو اینجا عدد 10 رو میذاریم به جای n تقسیم بر 2 تا جمله اول 3 تا
به اضافه شماره 10 یه دونه ازش کم میشه در قدر نسبت که منفی 2 خواهد بود. 2 3 تا 6 تا، 2 9 تا هم 18 تا، 18 منفی، حاصل این میشه 12 منفی. عدد 10 دومم 5 ضرب در منفی 12 و حاصلش میشه چقدر؟ میشه منفی 60. دو تا سوال داریم اینجا. پای تابلو نوشتم سوالاتو. سوال اول به این صورت: مجموع جملات دنباله حسابی زیر چند است؟ 3 7 11 تا 399. جمله اول داریم، جمله آخرم داریم. قدر نسبت هم توی این دنباله برابر با عدد 4 خواهد بود. خب برای به دست آوردنش از فرمول SN برابر با N دوم در A1 به اضافه AN استفاده میکنیم. منتها تو مرحله اول میبینیم که تعداد جملات رو میخوایم و نداریم تعداد جملات رو. یه رابطه بهتون گفتم برای تعداد جملات. رابطه به این صورت بود که N میشه AN منهای A1 تقسیم بر D به اضافه 1. AN مون 399 منهای A1 مون عدد 3 تقسیم بر D مون که 4 به اضافه 1. 399 رو منهای 3 بکنیم میشه 396. اگه تقسیم بر 4ش کنیم میشه 99 به اضافه 1 میشه 100. یعنی این دقیقاً دنباله ما 100 تا جمله داره. حالا این عدد 100 رو اینجا میذاریم، به جای n تقسیم بر 2 میکنیم. A1 مونم 3 به اضافه 399. حاصل اینو به دست میاری، عدد 399 رو به اضافه 3 میکنی، ضرب در 50 میکنی. عدد به دست اومده به ما مجموع جملات این دنباله رو خواهد گفت. سوال بعدی به این صورته: در یک دنباله حسابی SN برابر با این رابطه می باشد. یعنی SN رو به ما عددی نداده، گفته یک رابطه داره با تعداد جملات، با شماره جمله. در این صورت A و D چنده؟ خب خیلی چیز خوبی داره اینجا از این لحاظ که من میتونم بگم که S1 یعنی چی؟ S1 خب تعداد یه دونه جمله رو من باید بگیرم بذارم اینجا، چیزی ندارم دیگه بخوام باش جمع کنم که. اما S2 میشه A1 به اضافه A2، S3 میشه A1 به اضافه A2 به اضافه A3. پس تو در مرحله اول به این نتیجه میرسم که اگه S1 رو به دست بیارم یعنی A1 هم به دست آوردم. S1 میشه چی؟ S1 میشه طبق این رابطه. گفتم رابطه مستقیم داره با شماره جمله. 1 در 1 منهای 1 تقسیم بر 4 که میشه 0. خب پس اینجا نتیجه میگیرم که A1 که با S1 برابر بود اونم برابر با 0. S2 یعنی چی؟ S2 یعنی شما توی این رابطه مستقیما به جای n عدد 2 رو بذارید. 2 در 2 منهای 1 تقسیم بر 4 که میشه 2 چهارم و برابر با 1 دوم. پس S2 دقیقا برابر با چه عددیه؟ برابر با 1 دومه. حالا دقت کنید، من الان بیام عدد S2 رو منهای عدد S1 بکنم. S2 منهای S1 یعنی به عبارتی A1 به اضافه A2 رو میخوام منهای A1 بکنم. مسلمه که A1 ها خط میخورن و فقط A2 میمونه. ببینید S2 رو منهای S1 بکنم یعنی A1 به اضافه A2 رو میخوام منهای A1 بکنم. S2 من الان 1 دومه منهای S1 که من الان 0 برابر با A2. پس A2 هم اینجا به دست میاد، یعنی الان A2 به دست اومده، A1 هم به دست اومده. میدونم توی یک دنباله حسابی قدر نسبت میشه تفاضل منهای A2 و A1. A2 ما الان 1 دومه منهای A1 ما 0 که حاصل این برابر با عدد 1 دوم خواهد بود. عدد 1 دوم قدر نسبت توی این سوال هست. مثال بعدی که براتون انتخاب کردم به این صورته که مجموع همه عددهای طبیعی 3 رقمی که مضرب 6 هستن چقدره؟ اعداد طبیعی که مضرب 6 هستن اعدادی هستن که هم به 2 بخش پذیرن هم به 3 بخش پذیرن. اولین عدد 3 رقمی که این شرط رو داره 102. نگاه کنید، هم زوجه هم به 3 بخش پذیره. و آخرین عدد طبیعی که این شرط رو داره 996، هم زوجه هم به 3 بخش پذیره. خب حالا ما میخوام ببینیم که مجموع اینا چه عددی میشه. با توجه به اینکه دیمون هم برابر با 6، چون عدد بعدی میشه 108 دیگه که هم به 2 بخش پذیره هم به 3 بخش پذیره، پس دی توی این رابطه برابر با 6 خواهد. اولا از رابطه SN میخوایم n دوم در A1 به اضافه AN به دست بیاریم. پس ما الان n رو نداریم.
اینو باز میتونیم از اون رابطه که بهتون گفتم آن منهای آی تقسیم بر دی به اضافه 1 یعنی 996 منهای 102 تقسیم بر 6 به اضافه 1 که عددی به دست اومده توی این تقسیم 149 میشه. اگه به اضافه 1 کنیم میشه 150. اینجا کافیه که ما 150 رو به جای n بذاریم، تقسیم بر 2 کنیم، آ1 رو اینجا بنویسیم، به اضافه آ2 کنیم، به اضافه آن کنیم، حاصلش رو به دست بیاریم و در 75 که حاصل تقسیم به 150 تقسیم بر 2 هست ضرب بکنیم و SN به دست میاد. مثال بعدی، در یک دنباله حسابی A5 به اضافه A4 برابر با C و S10 منهای S6 میشه 140. جمله سوم در این دنباله چقدره؟ A5 به اضافه A4 برابر با C خواهد بود. فرمول A5 A1 به اضافه 4D. فرمول A4 A1 به اضافه 3D. حاصل این عدد C. 2 تا A1 دارم با 7 تا D که میشه عدد C. این اینجا باشه. S10 منهای S6 برابر با چقدره؟ برابر با 140 خواهد بود. فرمول S10 هست 10 دوم در 2 تا A1 به اضافه 9 تا D منهای. فرمول S6 هم هست 6 دوم در 2 تا A1 به اضافه 5 تا D. حاصل این برابر با 140. من اینو ساده میکنم. 5 در 2 ضرب میشه 10 تا A1. 5 در این ضرب میشه 45 تا D. حاصل این 3 در اون ضرب میشه 6 تا A1. 3 در 5 هم ضرب میشه منهای 15 تا D برابر با 140 که حاصل این میشه 4 تا A1 به اضافه 30 تا D. 45 تا D اینجا دارم، 15 تا ازش کم میشه 30 تا D برابر با 140. میتونم به یه دویی هم تقسیم کنم که تقریبا با این دویی یکی بشه که بشه 2 تا A1 به اضافه 15 تا D برابر با 70. پس من 2 تا رابطه دارم، 2 تا A1 به اضافه 7 تا D برابر با 30 و از اینجا 2 تا A1 به اضافه 15 تا D برابر با 70. میتونم اینا رو از هم دیگه کم کنم، توی دستگاه دو معادل دو مجهول حل کنم و عدد A1 و عدد D رو چیکار کنم؟ به دست بیارم. بعد از به دست اومدن عدد A1 و D، جمله سوم از رابطه A3 برابر با A1 به اضافه 2 تا D به دست میاد. عدد A1 رو به دست آوردم، 2 برابر D هم حساب میکنم و از این طریق میتونم جمله سوم رو به دست بیارم. با این مثال هایی که براتون حل کردم، مجموع جملات دنباله حسابی رو گفتم بهتون با چند تا مثال. امیدوارم که تا این قسمت به هیچ مشکلی بر نخورید و بتونید خیلی راحت از پس حل کردن سوالاتی که مربوط به مجموع جملات دنباله حسابی باشه بر بیاین. ممنون دوستای عزیزم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. حتما اگر از ویدیو خوشتون اومده لایک کنید، کانال منم سابسکرایب کنید و تب زنگولم فشار بدید تا هر وقت ویدیو جدیدی براتون گذاشتم حتما خود یوتیوب به شما اعلام کنه و اینکه برام حتما اشکالاتون رو کامنت کنید. سعی میکنم در اسرع وقت بهتون پاسخ بدم. امیدوارم که بتونید تبادل اطلاعات خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. خدا نگهدار.